وقتی توی ریکوچ صحبت از زبان ارگانیک میکنیم منظورمون چیه؟ دوستان زبان یه پدیده ارگانیکه، یه پدیده مکانیکی نیست. مثلا ما میتونیم یه ساعت رو به اجزای کوچیکی تقسیم کنیم، باز کنیم، بعد دوباره رو هم کنیم میشه ساعت، یا در مورد انجین یه خودرو. ولی مثلا نمیتونیم مثلا یه گل رو، یه گربه رو، یه سگ رو به دو نیم تقسیم کنیم دوباره بکنیمش مثلا دوباره همون پدیده. پس ما باید زبان رو از کل به جز یاد بگیریم، به صورت هولستیک یاد بگیریم، نه به صورت خطی و لینیر. ما زبان مادریمون رو چگونه یاد گرفتیم؟ اگر همون روند رو طی بشه برای زبان خارجی، میتونیم به راحتی دو زبانه بشیم. فقط یکم صبوری میخواد، چون که تو سیستم های فراگیری زبان به شیوه زبان مادری ما دیرتر نتیجه میگیریم، ولی عمیق و پایدار خواهد بود و دیگه زبان رو یادمون نمیره. ولی ما میایم سعی میکنیم با توجه به علاقه افراد متریال هایی به زبان انگلیسی در اختیارشون قرار بدیم که حسب علاقه ای که به اون متریال ها دارن بتونن دو زبانه بشن. اگه کسی به موضوع خاصی علاقه‌منده، تمام چیزایی که در مورد اون موضوع خاص هست رو به زبان انگلیسی در اختیارش قرار بدیم و هدفش باشه پیشرفت کردن تو اون موضوع خاص. مثلا توی لینکدین، اینستاگرام، توی یوتیوب، کتاب صوتی، فایل صوتی، مصاحبه، هر چیزی که در مورد اون موضوع خاص مورد علاقه‌اش به زبان انگلیسی هست رو در اختیارش قرار بدیم و سیستم‌های یادگیری ارگانیک رو بهشون یاد بدیم به مخاطبین. و در این سیستم شما به طور کلی هم لذت میبرید، هم مهارت‌ها رو یاد میگیرید، هم توی بازه زمانی مشخصی دو زبانه میشید.